ببین حالا دوستانه بهت بگم، خیلی جاها بگی حقوق مردم، خود مردم میخندن. سلام، موضوع ما فضای مجازیه. فکر نکنم نیاز به مقدمه داشته باشه. بدون معطلی بریم مهمونامون رو خیلی کوتاه بشناسیم. سلام، من محمد رضا قنبری هستم، فعال حقوق مردان. نزدیک به 4 ساله که در فضای مجازی بیشتر فعالیت میکنم، به ویژه در پلتفرم کلاب هاوس و اینستاگرام. فعالیت من بررسی و شناسوندن مواد قانونی در ازدواج هستش که یک جمع خیلی کوچیکی بودیم که این کنشگری رو آغاز کردیم و راجع بهش صحبت کردیم. خیلی هم استقبال شده بود. ما بعد از اون توی یوتیوب هم روم هامون پخش شد و شنونده های بیشتری داشتیم. بازدید خب مواجه میشد. بعد از اون خب من یک حساب اینستاگرام درست کردم در رابطه با حقوق مردان که متاسفانه اون حساب بند شد. خب ما یک جبهه رقیبی به نام فمینیست هم داریم که دوست نداره که خیلی فعالیت ما دیده بشه. مردم خود مردم میخندن. من به عنوان بلاگر عاشق لایک و کامنت هستم. یک بلاگر کامنت یا لایک نگیره عملا کارش بی‌ارزشه. یعنی اغلب اون فعالیتش بر اساس اون تعداد لایک هایی که توی فضای مجازی میگیره. اون نشون میده که تاییدیه‌اش از سمت اون مخاطبینش چه مقدار بوده. اگر براش مهم نباشه که قطعا فعالیتی هم نمیکنه. حالا در هر زمینه‌ای معمولا اینطوری هست. کیفیت شما اون چیزی که ادراک کردی با قوای ادراکی بینایی، کسی که در شرکت فیسبوک که امروز متا هست لایک ها اختلال محاسباتی دارن، فکر میکنن 1 میلیون نگاه نمیکنم، میرم اول جستجو میکنم ببینم که این قیمتی که اینجا هست، این حالا اپ هایی که مقایسه قیمت داره اونجا چقدر با هم تفاوت داره. 2 اصالت کالا هست یا نیست. 3 خدمات پس از فروش داره یا نداره. 4 افرادی که قبلا از این پیج اینو خریدن چه نظری داشتن. من در مورد چیزایی که شما گفتین مخالفم، چون شما دارین از دید یک مشتری نگاه میکنین، ولی من صاحب اون شغلم. برای من اون لایک خیلی مهمه. حالا اجازه میدین من این چیزی بگم؟ بعضی از لایک ها به اجباره. مثلا زیر پست می نویسن اگر لایک کنی ما بهتون جایزه میدیم. به نظر من اون لایک هیچ اهمیتی نداره. مختار لایک نمیکنه. نه خب ببینین، اون لایک کردن به هوای جایزه، به هوای پول یا به هوای هر چیز دیگه بر من یه سودی داره. ممکنه شما محتوای منو نپسندیده باشی ولی لایکتو میکنی، حالا جایزه رم یا به شما میدم یا بین اون کسایی که قرار جایزه بدم. در نهایت پست من میره تو اکسپلور و اکسپلور صفحه‌ای که کسی به بلاگری علاقه‌منده. من فکر کنم اشتباه وایسادم، ببخشید. یعنی اگه من به عنوان مثال یه جایزه بذارم منو لایک میکنن؟ بله. من خودم نمیکنم. بله من به خاطر جایزه نیست، من به خاطر اون محتوا، از اون چیزی که خوشم بیاد لایکش الان به میکنم. عنوان مثال من یه پستی میذارم 7000 تا 8000 تا لایک میخوره. خب این همش خریدنی نیست. اون محتوا هم بوده قطعا. اون محتوا قوی باشه میتونه شخصی خود میتونه جذب بکنه، میتونه خیلی جذب بکنه. بله. این که شما موافق لایکید خودش باعث یه سری آفت نمیشه. اگه یادتون باشه یه کار طنزی ساخته شد به اسم گدایان لایک، یا خیلی ها دست و خیلی کارهای عجیب غریب میزنن، کارهای سطحی، کارهای لو یا هر چیزی برای لایک. نکته 2 تاثیر خودش رو بلاگر. یعنی اگر که عادت دارید مثلا 5000 تا لایک بخورید، یه پستتون در حد مثلا 10 20 تا لایک بخورید، واقعا باعث افسردگی نمیشه؟ نه، باعث افسردگی نمیشه. من محتوامو تغییر میدم، میگردم ببینم که توی پیجم چی علاقه دارم. مثلا تو پیج من به طنز علاقه ای ندارم، مثلا یه ویدیو راجع به سفرم میذارم یا یه ویدیو راجع به محتوای زندگی خودم میذارم، خب خیلی لایک بیشتری میخوره. شیرجه زده مثلا توی گل لایک زیادی گرفته. خب ببینید این سطحی شدن مخاطب رو من بگم، ببینید الان محتوای پیج من چیزی توی پیجم نمیفروشم. من محتوایی دارم بر اساس مسائل اجتماعی. شاید این محتوا براش مهم باشه، در کنارش بره خب محتوای دیگه مثل محتوای طنز
یک سری محتوای سخیف به اصطلاح هم براش جالب باشه. چه بسا شاید خود من یه وقتی برای خندیدن توی یه پیجایی هم رفتم که حالا خندیدم، یه وقت دنبال پیجایی هم رفتم که عملا قبولشون ندارم ولی رفتم نگاهشون کردم ولی لایک نمی‌کنی. شاید لایک هم کردم. من پس قسمتی از قبولشون لایکم شاید داری. بی اختیار این قسمت من نمیدونم چرا واقعا اینطوریه. من میرم توی همون اکسپلور یا توی همون صفحه اصلی اینستاگرام معمولا محتوا رو لایک میکنم، بعد یادم میاد این محتوا رو دوست نداشتم میرم لایکمو برمی‌دارم، ولی لایک کردن انگار یه جوری عادت شده، یه جوری سرنوشت بیقرار. همیشه هم چی جستجو می‌کردی؟ نمیدونم آقا مقاله و نمیدونم حالا کسی واسه مقاله شما الان محتوا رو انتخاب کردی که تو جامعه سطحش پایینه، طرفداران کمی داره و مقاله بدون می‌دونین عوض چرا؟ کردیم. به خاطر اینکه اینستاگرام یه پلتفرم سرگرمیه و کسی من یکم بیاین ورتر. من خیلی دوستم شما رو جابجا کنم. من دکتر نگم، من خوشم نمیاد. چی بگیم؟ چی دوست داری حاج آقا؟ اسم علیرضا. اسم کوچیک من بگم حاج آقا. علیرضا ما چی جان بگیم؟ من عادت دارم بگید. بذار من بگم حاج آقا. نه هر چی دوست داری. من میگم حاج آقا. من بیشتری اون پست انگیزشی بود، کاملا دردناک بود. فکر می‌کنم پستی که به صحرا بود و ایناست. آره دیگه همون دیدم. چون بعد از اونم باز چند تا پست دیگه داشتم. اون پست انگیزشی نبود، آموزشی نبود. بخشی از زندگی من بود و اون بخشی از زندگی منه که وایرال میشه. نه داره فکر میکنه. سیستمشون نفتیه شما آردش نمیاد. داشتیم آقا. ببینید بر اساس اون بر اساس اون تجربیات نشون داده کسانی که مثلا اومدن الان خیلی فالوور جذب کردن لزوما آدمای خیلی متبحری نبودن تو زمینه. خب چرا سوال این بود که آقا بله میتونن چون که یه نفر اومد یه جمله‌ای گفت بعد گفت بده 6. بله. الان شما اکسل رو باز کنید. همینم مهندسی کرده، همینم یه چیزی فهمیده که آقا اگه همین که فهمیده بده 6 فالوور میگیره، همین خودش هنره. شما هم الان میتونی بدی 7 مثلا متمایز. یه نفر آقا این اصلا هندونه زد تو سر خودش، بعد از اون همه شدن ترکیبی باز. خب الان چه خلاقیتی داره؟ هیچ آقا اون فکر کرده که مردم با این براشون جذابه. مردم اینو پسندیدن شدن فالوورش. تابو شکنی یا چیزی نه چون مردم اساسا دنبال محتوای خاصی نیستن، به دنبال طنزن. به خاطر سطح عمق نیست. وقتی قراره یه الگوی بد برای شکنی که همیشه خوب نیست. یه جاهای خیلی خوبه. ای بابا بس خوب و بد نیست، معلومه بده ولی جواب میده. نه جامعه نیاز داره، به اونم نیاز داره. خب میونه کلامتون و بحث پوشش و حجاب. اجازه از حیث اجتماعی من این قضیه رو بهتون بگم. آقای پشت کاری خودم بگم جناب دکتر. الان توی حالا حاضری که الان هستیم از هر دو ازدواج یکیش طلاقه. چرا؟ سهم زندگی کردن ما با رسانه‌های اجتماعی بیشتر شده. آیا ما رو آگاه‌تر کرده؟ خیر، ما رو منحرف‌تر کرده. چون سواد رسانه‌ای ما به حدی نبوده و این در دسترسه. امروز شما اگر یه پسر بچه 11 ساله بخواد بره مثلا فلان سوپرمارکت سیگار بخره، راحت میره میخره. ولی یه زمانی بود به زیر 18 سال نمیفروختن. هر خوراکی رو بخواد به ذهن ما میده. الانم جنگ شناختی خودشون میگن. آقا دو نفر بپرسم که خط آخر وایستادن، اگر ضررهاش بیشتره چرا تو این هیته کار میکنین و فعالین؟ خب تو اون هیته نیستیم که میدونیم ضرر داره. ببین الان یه جور پس هیته بندیه، پس شما باید خودت کنترل بکنی. اگه امروز شما تصادف زیاد باشه سوار ماشین میشین، به هر حال جزوی از زندگی شماست، نمیتونی ماشین رو حذف بکنی. نه من اگر بدونم که اگه بده آقا من پراید سوار میشم ولی میگم بده، خب گزینه دیگه ای ندارم. آقا الان داشت بنده خدا نه گزینه دیگه ای ندارم. من باید از این فضای مسموم قسمت خوبش رو بردارم ولی باید داخلش باشم. الان به نظرتون سواد رسانه‌ای در چه سطحی، بالا یا پایینه؟ به شدت پایین. چیزه من میخوام زبان این جماعت مخالف باشم. مگه نگفته این ممنوعه نرو؟ مگه نگفته اینستا فلان نرو؟ مگه نگفته کلاب هاوس فلان نرو؟ چرا ما رفتیم؟ الان من خودم آقا شما نه من خودم ما رفتیم. یعنی چی؟ یعنی قانون هست، راه دور زدنش هم هست. قانون راه حلش به نظر من پیشنهاد داره چی بدیم؟ از دوران ابتدایی تحصیلات این آموزش داده بشه. همیشه بازدارندگی که جواب نمیده که. دقیقاً. باید یک چیزی رو شما وقتی میخوای یک چیزی رو از کسی بگیری باید چیز بهتری بهش بدی. انقدر باید جذابیت داشته باشه که اون شخص خودش به این نتیجه برسه که این چیز بهتر براش مفیدتره. به نظر من اگه جزء درسای
دوران ابتدایی حتی آشنایی با از مهد فضای مجازی کودک. باشه. دقیقاً یکی حتی- از پیشنهاداتی که آره. می‌خواستم بدم همین بود. ببینیم به نظر من زمانی که دولت میخواد این کار رو انجام بده وقتی زیرساخت نداره چجوری میتونه عدم زیرساخت رو ما زیرساخت جبران داریم کنه؟ الان. نه نداره، ما زیرساخت داریم. نداره. ببین زیرساخت زمانی هست که هم والدین در وهله اول هم بچه‌ها در مرحله دوم آموزش ببینن. ما عملا هیچ آموزشی از دولت نداریم. پس میاد چه کار میکنه؟ میاد گازنبوری عمل میکنه. میاد چیکار میکنه؟ اینستاگرام میاد بدونه که هیچ جایگزین بهتری بهش اینستاگرام بده. شد سلاح شورش کف جامعه. نه اینستاگرام هنوز سر جاشه، راست به میگی قوت دیگه. خودش نه باقیه. نه نه، چیز منفیش خوب نه. داشته. آقا شما نگاه کن داره مملکتت به سمت کشت و کشتار نه، اینطور جنگ نیست. داخلی میبره. پارسال شبکه‌های ماهواره‌ای هستن اونم فقط این بود. استفاده بله، نه خیر. بزرگتری ببینید، داشتن. اصلا شبکه نه این نگاه خیلی ماهواره‌ای- نگاه تندروی صفر تا نه صدیه. تون نیست. آقا این رئیس جمهور ایالات متحده آمریکاست. دعوت به شورش و جنگ داخلی کرد، مسدودش نه کردن. ما کاری به آمریکا نداریم. خب من ما بحثم تو کشورمون راه آقا حل به صبر نظر کن. من ببین ورود به اون شکلی که دولت بخواد انجام بده که بیاد بگه الان اینستاگرام بعد فیلتر، تلگرام بعد فیلتر، این فیلتر نه. باید زیرساخت درست بکنه. هم از راه آموزش پرورش، هم از راه آموزش به والدین و اینکه بسترسازی بکنه که این آموزش پذیرفته بشه. وقتی که دولت باید آموزش دست به شما کار بشه. بله باید وقتی این شما اصلا باید کار خودت دولته. شما اصلا کار دولت فرهنگسازی اصلا چرا بودجه فرهنگی داد دولت؟ نمیکنه این آقا فرهنگسازی وزارت انجام آموزش نمیشه. همین صدا و سیما دولت تمام دیگه. بودجه داره چیه به بس؟ نظر من هدر میره، هیچ تغییری آقا نکرد. همین آقا صدا و سیما آیا همین فیلترینگ چیزی تغییر داد؟ ببین نه. مولایی حرف خوبی زد، گفت فیلترینگ برای مقطعی یک واکنش سریع شاید خوب باشه